از وقتی تو اومدی بخت منم شد بلند، عشقم جونم. آی گوشم. یکی زده به حرف مردم گوش نده، پرقدرت برو اینستا رو پاک کن. خدا لعنتت کنه. سلام علیکم بچه ها، چه خبر؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من حاج مهدی زر با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هم. کمربند ایمنتون رو ببندید، دکمه لایک و ساب و کامنت و نمیدونم هرچی اون پایین هست فشار بدین. شما برام بنویسین که از کدوم شهر دارید منو میبینید. حتی اگر از ویدیو خوشتونم نیومد واسه هم کامنت کنین که از کدوم شهر دارین منو میبینین، ویدیوهای منو میبینین. میخوام باهاتون ارتباط بگیرم. آخه بعضی وقتا که مثلا فقط ویو میبینم من نمیتونم باهاتون ارتباط بگیرم. دوست دارم باهاتون هم صحبت کنم همزمان. منو یادتون نره ساب کنید، وقت طرف نکنیم. Let's go. قراره تو این ویدیو به یک کلیپ سم دیگه اصلا بچه‌ها سم میتونم بگم قبل از دیدن این ویدیو حتما چشاتون رو بشورید چون قراره گوشاتون به بره. میزنم حرفامو باز دیگه وقت رو شدنه، قصد من از تن تو دوباره خوشبو شدنه. عشقم جونم نیمه گم شدم، چقدر سخت بی تو شبم صبح کنم. میکنم زیاده رم، تو میکنی کنترلم. از وقتی تو اومدی بخت منم شد بلند، عشقم جونم نیمه گم شدم. آی گوشم. خدا چقدر سم بود. خب آقا میدونم واقعا خیلی سم بود این ویدیو. کامنت های مردم سمتر از این ویدیو میتونه باشه. خب بریم نگاه کنیم که چاره ای نداریم. خدایا با امید تو این کلیپ رو بفرست برای اونی که یوبوست داره کارش میشه. عجب. واقعا من اسهال شدم از دیدن این ویدیو. این گل همون پسر است که میخوند گل منو اذیت نکنه. اون گل من اذیت نکنه نمیدونم چی جور ترند شد بابا. واقعا حالا نمیدونم از صدای خوبش، از صدای حالا هیت ندیم بهش، واقعا خوب خوند. حالا نمیدونم دیگه چی جوری ترند شد. خدایا از این ترندا به ما بده. یکی زده به حرف مردم گوش نده، پرقدرت برو اینستا رو پاک کن. خدا لعنتت کنه. یکی زده این اون پشت چیزی داره میره اذیت نمیتونه بخونه. پخش کنم چجوری پخش کنم اینو؟ محمد زده هوش منسوعی هوش مصنوعی مناطق محروم. بشما ارشاد زده صداش سوز داره ولی نیم سوز شده بنده خدا. با گرمی صدات میشه قیمه درست کرد لعنتی. هرناز زده صدای پشه های اتاق ساعت 4 صبح. واقعا این حقه. من هر وقت میام ساعت بخوابم صبح ساعت 4-5 صبح میبینم بیز 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 میاد در گوشم این چیزی صدا میده. واقعا این رو اعصابه. رفتی همون حوله من میدی بابا؟ آره الان میدم. وسط کلیپ گرفتن بعد حوله بدیم به پدر. یه پیج کاری زده تو رو خدا حمایت کنین تا دیده بشم برای کاری که تازه شروع کردم. واقعا من تو این کلیپ های حالا ترند یا اکسپلور اینستا که میبینم رفته، مثلا کارهای کسب و کارا میام زیر مثلا یک چیز میرن، یه پیام رسان تبلیغاتی میرن و خب من نمیفهمم این اینستا به جای که اینا رو بیاره بالا یا مثلا منو بیاره بالا میره او چرت و پرتای نمیدونم سمو میاره بالا. من نمیفهمم این اینستاگرام تا مشکل چیه؟ دستم اعصابم به هم ریخت. یکی زده رضا زده
مریم حیدرزاده مناطق جنگ زده. مریم حیدرزاده کیه؟ سرچ بزنم توی گوگل ببینم مریم حیدرزاده کیه. یا ابرفضل قیافه مریم حیدرزاده هم سمه والا. آقا قبل از اینکه ادامه ویدیو هرم بریم من میخواستم اینو اول تیز بگم، اول ویدیوم بگم یادم رفت. شما برام بنویسین که از کدوم شهر دارید منو میبینید، حتی اگر از ویدیو خوشتونم نیومد واسم کامنت کنین که از کدوم شهر دارین منو میبینین، ویدیوهای منو میبینین. میخوام باهاتون ارتباط بگیرم. آخه بعضی وقتا که مثلا فقط ویو میبینم من نمیتونم باهاتون ارتباط بگیرم، دوست دارم باهاتونم صحبت کنم همزمان. توی زیر ویدیو، حالا اینو اول ویدیو هم میذارم، اینجا هم الان میبینید دوباره. قبل اینکه ادامه کلیپو ببینید حتما واسم کامنت کنید که از کدوم شهر دنبالم میکنید. خیلی دوستتون دارم. امیر زده، امیر حسین فکر کنم زده بخت تو بلند شه زندگی ما بگم. خیلی لاشیه اسمش امیر هم هست عوضی. زشته، حداقل یه حمایتی بکن، دختر جوان بره صداشو بره کلاس، بره یک چیزی. سینا زده تو جمع باز کردم خجالت کشیدم انگار داشتم پر میدیدم. نصف کامنت ها در مورد همینه. واقعا چقدر منحرفین. چرا صدای حالا اینجوری نمیده خاک به سرم بچید. الان کلیپ منم در میره بیرون تمامه. چرا واقعا منحرف؟ یکم کافور، یکم لیوان آب خنک بنوشید قبل از دیدن این ویدیو. قبل از دیدن این ویدیو واقعا حالیم نمیشه. یکی زده چرا ناله میکنه. یکی زده لا لا الا الله نمیتونم اونو بخونم، شدن سرپایی. خدایا به من صبر بده. خیلی ممنونم تا آخر این کلیپ با من همراه بودین. واقعا من انرژیم رفت دیگه. از کامنت های سم اینو دیدم دیگه بسته دیگه. تا هرچی کامنت الان خوندیم دیگه حالا داره به هم میخوره از هرچی کلیپ سم. حتما بچه اون یه موردی که بهتون گفتم و بزنین این زیر، بگین از کدوم شهر منو دنبال میکنید، این زیر بزنین. حالا اگه کشورم خارج کشورم بودین مشکلی نداره، واسه من باعث افتخاره. خب آره. این زیر بزنین. منتظرتون هستم، منتظر کلیپ بعدی باشین. هفته بعد شنبه میبینمتون. خداحافظ.